توبه نغمه هنرمند مشهور افغان برای همیشه از هنر موسیقی و شکایت وی از همسر دومش. آیا با واقعیت نغمه از همسر دومش هم جدا شده است؟ گفتنی های تازه نغمه در این باره افشای حقایق و رازهای جنجالی زندگی نغمه در کشور امریکا. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای ما ترچ بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه هنرمند مشهور، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان رسانه های افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. نغمه عاشقانه هنر موسیقیش را در میان مردم افغانستان از سن نوجوانی ادامه داد. کارهای هنر موسیقی نغمه بیشتر از 5 دهه می شود به طور مسلسل ادامه داشته است. این هنرمند محبوب و پرآوازه افغان در 18 سالگی ازدواج کرد. اصالتا پشتون بوده است ولی بزرگ شده شهر زیبای کابل است. نغمه علاقمندان و دوستدارانش از مرز میلیون ها نفر عبور کرده است. نغمه از همسر اولش با وجود آن که دارای 5 فرزند بود جدا شد و بار دیگر در کشور امریکا با پسر یکی از رهبران مجاهدین ازبق افغانستان ازدواج کرد. این همه در حالی است که تازه تصاویر نغمه در صفحات مجازی دست به دست می شود که گویا نغمه در کشور امریکا وفات کرده است. تا کنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست، اما چند قبل نغمه به طور رسمی از هنر موسیقی خداحافظی کرد و دیگر نمیخواهد مانند قبل به کارهای هنر موسیقیش بپردازد. دلیل این که نغمه چرا از موسیقی خداحافظی کرد معلوم نیست، ولی من زندگی خوش و آرامی برای این هنرمند با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت العزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای ما ترچ بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.